امروز اومدم با تست این شکلاتای خیلی ترش. این پشتش نوشته که اگه بتونی تا 60 ثانیه توی دهنت نگهش داری خیلی خفنی. توش 5 تا طعم داره. تمشک آبیه. وای چقدر ترشه. وای من فکر نمی‌کردم اینقدر ترش باشه. دقیقاً انگار داری جوال لیمو میخوری. سیب ترش. خیلی ترش بود. گیلاس. و انگار اولش اون مزه جوهر لیمو خیلی غالبه، بعد کم کم میره. هندونه بعد مزه است. وای خیلی ترش بود. وای لیمو فکر کنم این ترش ترین باشه. ببین لیموش چیه. وای وای وای. اینو میخوام بدون ریاکشن برم. خیلی ترش بود. توی همه اینا به نظرم سیبش خیلی خوشمزه بود و گیلاسش خیلی ترش بود. امیدوارم امروز نمیرم. اینم دقیقا همونه ولی خب حالت دراژتوره. فرنگی و سیب و رزبری دوباره و لیمو. معمولی و بدمزه. بیشتر مزه شکر میده. اینو فکر کنم اشتباه گرفتم. من باید 5شو میگرفتم. این خوب نبود ولی این به نظرم ارزش یه بار امتحان کردن داره.